الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر. یک جهان سپاس، تشکر از بنیاد خیریه حضرت مولانا صاحب جلال الدین محمد برقی و همچنین از بنیاد اتحادیه بنیاد خیریه الاحسان جهان سپاس. شما برای ما موقع کار فراهم ساختین. شما همیشه از این همکاری‌ها کردین. همراه مردم باز هم از شما توقع میره که انشالله از این همکاری‌ها همیشه بکنیم، این پروسه را ادامه بدیم، به خاطر که کاروبار نیست، مشکلات بسیار زیاد است. برای دوستان معلوم است که مشکلات مردم در افغانستان خیلی زیاد است. اینمی 5 روز یا 10 روزی که یک زمینه کار فراهم میشه، از اون ما میتونیم که نفقه فامیل خود مدت 10 روز 20 روز فراهم بسازیم و همین یک زمینه سازی است، یک خدمت بسیار زیاد کلان است. تشکر، جهان و سپاس. ما باز هم امیدوار هستیم که از این پروژه ادامه پیدا کنه آینده و یک همکاری بسیار کلان است با مردم در این شرایط فعلی. والوارث الرقیب والنصیر، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء که ما خیلی وقت همی 3-4 ماه را بیکاری تیر کردیم. حالی شکر خدا که همی اتحادیه آمده ما را از چوک جمع کرد. اینمی جورد ما کار میکنیم و پاککاری و نظافت جز ایمان است. اینمی کارا را میکنیم. سپرد ما به خدا. شما هم توجه تان باشه که ما بیکار، مردم بیکار هستیم، کاربار نیست که اینمی کارا را میکنیم. شما کمی کمک بکنید کل همی شهروند ما، چه ما باشم چه یکی دیگه باشه، غریب بیچاره پردیس میشه. هم به شما دعا میکنه، هم ثواب است برای شما، هم خورما. والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. پروژه را که شما در راه انداخته، خدا اجرش بتیتونه، خدا سربلند داشته باشیتونه. دیگه یک چی میشه که با مردم محل یک پاککاری هم میشه، با یک چی هم میشه. کارگری بیکاری در سایه خیلی زیاد است. کارگر طایفه در کار هم میشه، خدا اجرشان بتیتونه. دیگه یک مصروفیت هم برشان پیدا میشه. خصوصا در شهر کابل بیکاری خیلی آمده. بیکاری خیلی آمده به بیچاره و مسکین دیگه. یک کاروبار مبره، یک محل هم یک خدمت میشه، یک کاروبار هم مبره دیگه. میبینی کل سرکار شده، همین بیچاره بسیاری کلش مجبور است اینجا من کار میکنه. خدا اجرش بده، خدا اجر نصیب بگردانیتونه که یک کار، یک مصروفیت برای بیچاره و خوار غریب پیدا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به کسایی که کلیپ کوتاه امین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همونطور که میبینید در ساحه کار هستیم. امروز روز سیوم کار است، کمک در مقابل کار است که با کمک شما برادرای تاکسی دریور در شهر منشن جرمنی این برای انداخته شده و دیگه دوستای کمک کردن. بعدا در روز توزیع کمک نامشون خاط بگیریم. در 4 نوع است، نوع 17، 11، 8 و 2.
البته انتخاب از طرف مسئولین شاروالی بر ما شده و در مجموع 100 نفر کارگرها را استخدام کردیم، چون تعداد کارگر که متقاضی است بسیار زیاد است. یک کمک است یا به اصطلاح برنامه چند جانبه است، هم اینا کار پیدا میکنن، هم کمک میشن، هم از مفهوری مردم خلاص میشه و هم ساحه پاک میشه. نفوس کابل بسیار زیاد است، پرسنل شاروالی بسیار کم است نظر به تشکیل سابق به حساب است دیگه، چون نفوس بالا رفته و تشکیلات شاروالی به او اندازه که نفوس بالا رفته رشد کرده بالا نرفته. اینا را رسیدگی کرده نمیتونن نظافت به اون شکلی که باید تامین شه و نمیشه. به اون خاطر این 5 روز بسیار غنیمت میشه در نواحی مختلف که ضرورت شدید است، این از اینا استفاده میشه. بازم از همه کسایی که در برنامه به شکل از اشکال سهم دارن ازشان تشکری میکنیم از جانب همین کسایی که کار کردن و از این برنامه و از جانب بنیاد خیری مولانا جلال الدین محمد بلخی. خداوند هر غم ما شما راضی باشه و توفیق بیشتر نصیب بکنه. السلام علیکم و رحمت الله. با تشکر از بنیاد خیریه مولانا جلال الدین بلخی که با کمک از اینا افراد آمدن و کوچه های ما را جارو کردن، پاک کردن، جویا را پاک کردن که از وقتی که ما در یادم است اتو کوچه های ما پاککاری نشده بود. بسیار خوب پاککاری شد، یعنی جنگلیدانی و چیزا نبود، کل چیزا جنگلی ها را بردن. بسیار زیاد تشکر میکنیم از بنیاد خیریه مولانا جلال الدین بلخی که هم کوچه های ما پاک شد، هم بیکارای مردم سرکار شد. مردم بیکار زیاد از افغانستان کابل، مردم بیکار سرکار شود که برشان روزمزد که بتانن خرج خود پوره بکنن. تشکر بسیار. الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. د ناحیې په همکارۍ سره کوم چا کې خدمت کړی ده، کومک یې کړی ده، موږ نن درېیمه ورځ کېږي چې دا کې کار کوو. نو همدې بنیاد څخه د یخسان بنیاد څخه موږ هیله کوو چې ځوانانو دپاره همداسې په آینده کې نور کارونه هم برابر کړي، نور هم برابر کړي. لکه چې ځوانان ډېر بیکاره دي، په افغانستان کې بیکاري ډېره ده، خصوصا په دا کابل کې. نو موږ هیله لرو چې د دوی نه چې دې ته داسې برنامې نور هم په نظر کې ونیسي او دا دې ته دوام ورکړي. له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه چیز از جناب قاری سباجی عبدالمقصود خواهش میکنیم که یک سوره کوتاه خدمت ما شما تلاوت بکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. پروردگارا
خیرات، صدقات، نظریاتی که دوستای ما روان کردن به دربار خود قبول کنه. خداوند مشکلاتشان برآورده خیر بسازه. خداوند چیزی که اونا کمک کردن، اخلاص کردن، پروردگار به دربار خود به حسن و حسین بیفزاید. دوستایی که مشکل دارن، خداوند این مشکلات از وطن ما دور بسازه. این امنیتی که برای ما آمده است، خداوند ایره پابرجا داشته باشه و این مشکلات اقتصادی ما را از وطن ما دور بسازه. خداوند هر کس که مشکل داره به برکت خیرات، به برکت اخلاصی که دوستای ما کردن، خداوند مشکلاتشان حل بسازه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. آمین یا رب العالمین. این پنجمین مثل که در بینر میبینیم پنجمین برنامه کمک در مقابل کار است. ما میتونیم همونطور که خانم ها آمدن، خانم های بیوستن، خداوند اینا رو مشکلاتشون آسان بگردانه. در نظر گرفته شده از طرف کسایی که پول روان کردن با شما هم همونطور پیسه رو بتیم بدون کدام کار. لکن این درست نیست، برای ما هم درست نیست، برای شما هم درست نیست. این بسیار قدر می داشته باشه که پول به دست میارین. آیت شریف است که نظر به توان است. این توان کسایی که این پول پرداختن و توان بنیاد اینمه قدر است. پنجمین برنامه است. شما در مجموع 102 نفر در 4 نوع اسلام داشتین که 40 نفر هم یا 38 نفر خانمای بیوست. خداوند در رحمتک خالص دعا کردن در سناتشان قبول بکنه. در آینده شما دعا بکنین که اونا را توفیق پروردگار نصیب بکنه که بازی برنامه را پولش را تمویل کنن که اگر شما نبودین یا کسی دیگه خود می شامل پروسه باشه. کسایی که دی پول ازمی که به شما تادیه میشه 2000 افغانی برای شما و برای از اونا سهم دارن. 10330 افغانی یک دختر خاله ما است، ملال جان نسیمی از سویدن روان کردن. 2430 یورو برادران تاکسی دریور هستند در شهر مونشن. ما قبلا هم به شما گفته بودیم موضوع در شهر مونشن جرمنی افغانای ما تاکسی دریور زیاد هستند. همون برادرای تاکسی دریور این پول جمع کردن، بالاخره به ما روان کردن که نال ما به شما از طریق این برنامه توضیح میکنیم. در پالی از او 100 یورو از طرف خواهر ما هیله یوسفزی است که هم در جرمنی هستند. همچنان برادر ما ممتاز جان نویزاده، اونا 500 یورو بر ما دادن که 400 یورو از طرف فامیل خودشان، فامیل نویزاده است، و 100 یورو از طرف از اقاربشان است که به نام بیبی نگزه است. اینمی 500 یورو جمع او یوروی که پیشتر گفتم که مجموعاً 3030 یورو میشه از جرمنی است. 16870 افغانی پول قربانی باقی مانده بود قبلا، البته 33870 بود. 17000 از زیر ما با یتیمخانه پیوند نور نظر به تقاضای خودشان یا هدایت خودشان دادیم که اوجا ضرورت بود، و 16870 افغانی که ما در عید قربان البته قربانی کرده بودیم از طرف دوستای ما در جرمنی پولش اضافه مانده بود، او را هم شامل از امی ساختیم. از تمام کسایی که جمعکارای ما هستند و در جرمنی هستند از امی طریق همین گزارش تشکری میکنم. خداوند دستانشان قبول بکنه. مالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير
والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.